امروز اومدیم با کلکسیون کارت های کلاب کیملی و اومدیم کلکسیون کارت های کلاب بهتون نشون بدیم تو این ویدیو. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو حتما چنل رو دنبال کنید و ویدیو رو لایک کنید و کامنت هم بزنید. خب همونطور که میدونین کارت های کلاب این قابلیت رو داره که وقتی کدشون رو وارد اپلیکیشن شما میکنید بهتون در واقع 2 تا بازیکن از اون باشگاه یا در واقع اون کلابی که میزنید، مثلا کلاب رئال شما بزنید 2 تا بازیکن رئالی میده که کدش رو میتونید وارد کنید. که اومدیم امروز کلکسیون کارت های کلاب رو با هم بررسی کنیم که کارت های کلاب 13 تا که ما 12 تاشو داریم و یکیشو برچسبش داریم. خب بریم سراغ مرتب کردن و نشون دادن. خب اینم از کلکسیون کارت های کلاب که کلاب یوونتوس رو هنوز نداریم. خب از سمت راست شروع میکنیم. کلاب لیورپول، کلاب اینتر میلان، کلاب منچستر، کلاب کیملی هم که اینجا گذاشتیم و برچسب. خب کلاب لیورپول، کلاب اینتر میلان، کلاب منچستر یونایتد، کلاب منچستر سیتی، کلاب بایر مونیخ، کلاب بارسلونا و کلاب آرسنال، کلاب چلسی و کلاب آسه میلان و کلاب منسیتی هم که اونجا میتونید مشاهده بکنید. خب بریم سراغ نشون دادن دوباره کارت ها و کلاب ها. دوستان عزیز مشاهده میکنید کارت کلاب منسیتی هستش که خب کارت کلاب منسیتی، کارت کلاب رئال مادرید و اینکه من هر کارت یه دونه آوردم دیگه، ولی مثلا من کلاب رئال 3 تا داشتم، یکیشو عوض کردم و یعنی الان 2 تا از کلاب رئال دارم. خب کلاب بارسلونا رو اینجا داریم، کلاب بارسلونا، کلاب لیورپول، کلاب بعدی که من خودم خیلی دوستش دارم، کلاب رنگ قرمز، کلاب لیورپول، کلاب بعدی کلاب بایر مونیخ هست که با شوامنی میاد، کلاب اینتر میلان که 2 تا ازش داریم و ما کلاب اینتر میلان یه دونه ازش آوردیم، کلاب بعدی کلاب آسه میلان هستش که یه دونه دوباره ازش آوردیم و کلاب بعدی کلاب چلسی هست. خب 3 تا کلاب دیگه فکر کنم هنوز داریم. بله کلاب آرسنال، کلاب آرسنال و کلاب پاریس سن ژرمن بود و خب این از کلاب آرسنال، کلاب پاریس سن ژرمن و کلاب منچستر یونایتد یا شیاطین سرخ هم که آخرین کلاب این ویدیو هستش که میتونید مشاهده بکنید. سراغ برچسب ها. خب همونطور که گفتم اول ویدیو ما کلاب یوونتوس نداریم، کلاب و خیلی از برچسبمون هم فعلا نداریم، یعنی برچسبمون گم شده خیلیاش. خب کلاب یوونتوس هم که برچسبش داریم و به زودی احتمالا تا یه هفته دیگه کارتشو میگیریم. حتما چنل دنبال کنید، ویدیو رو لایک کنید و تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.